سلام بچه، حالتون چطوره؟ اومدیم با یک ویدیو دیگه کنم با یه ویدیو جدید. بچه من امروز اتشمنت های چیزا دارم میخوام بهتون بدم. اول از همه از اچس شروع میکنم. این اچس اصلا لژنده من زدم. خب خیلی اتشمنت خوبی، حالا معمولی باشه معمولی هم تست میکنم براتون ببین چه خوبه. دست من گرم شد پله بدم، ولی الان براتون تستش میکنم. داخل این لولت هولگرم براتون اتشمنت رو بچینم. بچه ها من کلا نمیتونم مولتی پلی بدم. مولتی رو حساب نکنی. مثلا ببینید چرا ویده مولتی نمیذاری. من مولتی کلا نوب سگ بیش نیستم. خیلی نوبم تو مولتی، ولی خب بتل دیگه خدای بتلم دیگه. خب ببینید چرا خدا چه اتچمنتیه. یعنی قلق بازی دستتون بیاد، قلق با اتچمنت دستتون بیاد واقعا میتونید خوب بازی کنید. من بچه هر اتچمنت شاتون خواستین همین اتچمنت رو بچینین. آخر ویدیو نشون میدم اتچمنت رو. بریم برای بعدی 117. خب 117 این اتچمنت بد نیست. لاباشی خودتون میدونی من باید چی باید که بخوام بگم این بچستم. خب چه خوبه. این خوبه. بعد بچه ها آخر ویدیو یه مقایسه هم داریم بین 117 و گانزاید خیلی خوبه بچه ها. حتما با این که آخر ویدیو میدم بهتون تست کنید، خیلی خوبه. خب دیدی این گان من زیاد با سریع زد سلاح پلی نیدم، با معمولی پلی میدم. زیاد خوبش من زیاد خود هر لابا. بعدی بچه ها QQ9. آقا این گان چقدر باف. اگه اسمجی پلیر هستین و میخواین چی بهتون، اگه اسمجی پلیر هستین و میخواین از اسمجی استفاده کنین، یه فنک رو بهتون پیشنهاد میکنم. یه دونه این مکتین هم خوبه، ولی از رنج زیاد نسبتا دور نمیتونی بزنی. مثلا مکتین از بین 10-20 متر خیلی خوب میزنه، یعنی تا 30 متر هم خوب میزنه. ببینید بچه خودتون پینم یاری نمیکنه. خیلی خوبه این گان. پین رو میبینید. ببینید الان من مثلا بذار یک فنک بگیرم. یه فنک من این جایی سریع‌تر بگیرم بهتون نشون میدم. ببینید فنک یا این گان نظر من QQ9 خیلی قوی تره. آره فنک هم خوبه، ولی از رنج نزدیک تقریبا میشه. اوی باکس اکتیویشن با اون باگا دهن ما سرویس کرد. نگاه چه باگایی نمیشیم جو درست کنیم. یا اتچمنت از رنج دور تقریبا میذارم. خب یه دونه مازر مونولیتیک گرانلیتد بذارین. اینو حواسم نبود استوکو بردارین بچه ها. مازر گذاشتم
برلم گذاشتم. میمونه لیزر. من هنوز نتونستم بیاد برم کدوم بکنم. فکر کنم این باید باشه اگه شما نکنم. اینم 60 اینم این. یه چک کنم ببینم درسته. آره درسته بچه. ببینید این فنیکه اینجا. آره ولی خوب مثلا از رنج زیاد مثلا ببینید اینجوری میزنم. ببینید نه از رنج ببینید از این رنج دیگه فنک واقعا نمیتونه بزنه و واقعا هم همینه دیگه. اگه مثلا با شاتگان نمیتونید پلی برید با این کیکیونای و SMG هم بتونید بگیریم. گان بعدی AK-47. بچه حالا من یخی دارم سفیدی. این بچه این گان حتما تست کنید، خیلی خوبه. ببینید لگری خیلی کم اما صفر. ببینید چرا خوبه. اینجا هم بخوام براتون پینگو وضعیت پینگو ببینید چرا لگرش کمه. خب بچه اگه مثلا ایمتون چیه حالا بگم موقع اتشمنت بهتون اونجا میخوام بدم میدم بهتون. بعد بریم سراغ بینه دادم یه اتشمنت خوب مثل یکی بگم بهتون XM4. بچه XM4 هم این سیزن خیلی باف شده. اگه تو ویدیو حالا ویدیو علیزی بود که برای اشیا چی زد گردونه بیوای زد ببینید خیلی خوب میزد علیزی با XM4. حالا من اینجا پیدا نمیدونم بهتون بدم. کریسیکس هم بد نشده این سیزن. حالا این پیدا میشه پیدا کرد. خب همیشه اتشمنت رو دارم. بس ببینید رنجش رو ببینید چقدر خوبه XM4. بهتون پیشتر میکنم من XM4 خیلی خوبه. XM4 یه گریپ بذارید، گریپ لگت چون یکم اگه دارد کرده باشید. این فور گریپ خیلی خوبه. این اتشمنت مشاهده خود میبینید اتشمنت خودتون ببینید چقدر خوب میزنه XM4 بچه ها. از رنجش زیاد نمیتونه خوب بزنه. من از این رنجم خیلی خوبه بچه ها XM4 خدا. ببینید یکم لرزش ام داره. حالا اون یک کارش دیگه باید تحمل کنیم دیگه، بهتر نمیشه. خب بچه برم سراغ بال 27. خداست این گان زدیده بچه، خداست. ببینید خودتون میبینید پینگتون خوب باشه خدا. پینگ ها شاید هستیم اصلا میبینید که هم بد میزن به خاطر پینگ همه ها. پینگ اصلا خوب نیست. من یه دقیقه ویدیو قطع میکنم پینگ رو درستش کنم برم چون خب بچه یکم پینگ هم بهتر شد فعلا. اصلا خودتون ببینید چرا خوب میزنم رو پینگ خوب. من زیاد خوب نیست ببخشید.
عضو میخوام. مشاهده من از واقعا خیلی خوب. آقا من چی بگم به این گان؟ بعد پینگتون خوبه چقدر خوب میزنه. حالا از رنج دور میگیم. رنج دور میبینید شما لگت رو ببینید. اگه لگت براتون مهمه، برای من مهم هست، ولی خب نه نقطه. خب سطح بازیه. حالا بیشتر پلیرهای موبایل، حالا این چیزی که من تجربه که من دارم اینه که نیاز به لگت دارن که بتونن راحت تر به طرف تیر بزنن که حالا بمیره. همون چه یادم رفت که بیافته زمین. به خاطر همه این گان همه چیش خوبه، فقط یه کمی آره دیگه این پینگتون باید خوب باشه. اگه پینگتون خوب باشه استفاده نکنین. بعد بریم اون مقایسه که گفتم. حتی این لودات منه، لودات هم بهتون نشون میدم. بچه یه سب کنید این گانم بتونین اگه اسنایپ نه یادم رفته. نه اسنایپ هم بهتون میدم. این گانم بد نیست. ببینید بد نیست. یه ساده کنین ازش. من زیاد خوشم. من کنم اسنایپ نمیدم. من فقط راشه، یعنی سطح بازی من فقط راش. اینجوری بهتون بگم. یه دیر میچینیم. دیر همین خیلی خوبه. مازل بذار. حتی دیر یه دونه اینو بذارید. یه لحظه صبر کنید. این هم درست. اینو بذار. خب شما باید رنج زیاد مهم نیست. این چیزی که من ازش بهتون حتما تست کنید چون اشتباهی نمی کنید. اینم برای این بچه خشب حتما بذارین 10 تایی. اگه میسمیدین که اینو من بهتون پیشنهاد نمی کنم. اینا خشب وایس خشب یادم رفت. حالا این خشب اصلا بهتون پیشنهاد نمی کنم. بچه من یه چیزی بگم. کلا میخوایم پلی بدین مثل آب با کسی که فشاری پلی میرن جک 12 و این چیزا میکشن. آقا جک 12 نکش، پروفایر نکش، خوب نیست اینا. هیچی مثلا خب مثل آدم باشون کیف بده، هم به خودت هم به طرف. والا چیه فشاری میگیری؟ شما نیستم با اونایی که فشاری پلی میرن. خب اینم میذارم. بذارین این یا حالا دیسیبل فرق نداره. الان بهتون اتچمنتو میگم ببینید خودتون. شما این میبینید اصلا دیگه من چقدر خوب اتچمنت. من خودم اصلا اسنایپر نیستم. کلی بخوام بگم اسنایپر نیستم. من واقعا اسنایپر نیستم. فقط راست. اینم بد نیست. میدونم بهتون یه اتچمنتی که بعد بچه ویدیو بعدی رونمایی از اکانت همه حتما بریم ببینید. بچه بیوایی بچه این بیوایی که ازش بده همون HS خیلی نگاه کنید. اگه بیوای خیلی دوست داری نمتون بگید این طرفه.
بچه ها بریم اتشمنت ها رو بهتون بدم. بچه اتشمنت ها خیلی خوبه. رنک لجند میخوام دانلود ندارم ولی خب آره بچه کریم من هم اتشمنتی که بهتون برای چس میرم میگم. خب بچه این اتشمنت چس حتما بگیرین چس کنین خیلی خوبه. بچه این گونه چک داوزه من نمیدونم جاره هر چی میگذره اتشمنت فشاری هاشو میاره. نمیدونم این اتشمنت 117 اگه با ایم نمیتونین بذارین بجاش برین استوک بذارین. استوک نه یه ریرگیری بذارین این میکنم ایمتون سریع تر بشه. چون میام بریم اینم بد نیست. اینم اگه میخواین تست کنین بریم سراغ XM4. اینم اتشمنت XM4. حالا اگه با ایمش اوکی هستین این اتشمنت هم بذارین که این چیش بهتر شه لرزش ایمش. الان بهتون میدم. خب این اوکی پس باید اینو بذاریم. فریش اینو بچه خوبه. اگه با ایمش اوکی اینو بذارین خیلی این گانم بد نیست این اتشمنت. بعد میریم سراغ کیوکیونان که بهتون گفتم با فنک مقایسش کردم. اگه 6 چیزن نرف شده. حالا اگه بتونم تلاش هم میکنم براتون تو مولتی هم بذارم. این هم اتشمنت کیوکیونان. اگه ایمتون خوبه این خشاب رو بذارید 10 میلیمتر سیراند ریلود که دمج من بالاتر خیلی قوی تر میشه. ولی من همین اینو بهتون پیشنهاد میکنم اگه ایمتون خوبه اونو بذارید. فنک یا بچه خوبه اگه افرادی نزدیک میاد. این هم اتشمنت 47. اگه ایمتون خوب نیست بازم من تکلیف میکنم ایمتون خوب نیست استوکو بردارید به جاش خشاب بذارید. حالا این یا هر کنون دوست دارید اینو بذارید ولی من بهش اینو پیشتر مثلا بهتره. نه اتشمنت ببخشید مونولیتیک نداشتم. این اتشمنت 47 خیلی خوبه. من قبول کنم خریدت دارم. این اتشمنت دیل مثلا دیل پلیر نیستم ولی خب کلا اسایب نفت رایفل و شاتگان و SMG من میزنم. این اصلا بهتر حالا خودتون دوست داره این بهتر اتشمنت دیلی که بهتون دادم. این اتشمنت فنک خیلی خوب باید من تستشونید. بچه یه گانه که دست داریم بگیم بخش اصلا مریض پرد شد. اتشمنت ها رو نیاز نمیکنیم چه اتشمنتی برای اون گانه که دوست دارین داشته باشین به من حتما بگین داخل کامنت ها. مثلا اگه باگی درست شد بتونم کامنت ها رو باز کنم. فکر کنم بهتون زیاد بتونم کامنت ها بکنم. تلاش هم میکنم. این بهترین اتچمنته برای این گان. بچه اگه لیدر دوست دارین بریم بهداش استاک بزنین. اگه اپتیک نیاز دارین بهداش ریگیره بذارین. دیگه میگم خودتون چی میکنین. بچه 60 تایی خیلی این گان ریلودش هم خیلی سریعه. بعد دیگه بی 5 که من بی 5 این هم اتچمنت خوبیه. این حتما بگیرید دیگه. گروزان نه کیلو نه چیزا خوب نیست. ببخشید دیگه انفورم بد نیستن بخوایم بگیرین. نه بهترین اتچمنت. بچه این اپتیکو بگیرین خیلی
خوبه، یه حس خوبی به آدم میاد. این اتچمنت هم تست کنید، خیلی خوبه. بچه اگه لایک ها به 20 تا برسه یه ویدیو میگیرم بهتون یاد میدم که چجوری اتچمنتی که دوست دارین رو برای اون گان بچینید، مثل گانه که من بهتون نشون دادم. آره چی کنیم بعد چی میکنیم دیگه؟ بعد من چرا میام اینجا نمیدونم. خب بچه این گانه که دارم خیلی خوبه، حتما تست کنید، تو من لولات همچه اینو میچینم. بال 27 خیلی پایین نالایک داشتن. بچه ها مرسی که این ویدیو دیدین، لایک باشم فراموش نشه. اگه ویدیو رو اولین ویدیو آمد نمیدونم خوب طرف من ببخشید، ولی ویدیو رو لایک کنین. اگه به 20 تا برسه آموزش خودتون اتچمنت بسازید رو میذارم براتون و یادتون نره که زنگوله رو روشن کنید تا هر وقت ویدیو گذاشتم بیاید ببینید. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.